و ان شاء الله الرحمن ما خو شفیع ایارم چالش داده بودیم دیگه هر وقت که تیار شد ما حاضر هستیم ان شاء الله و خوشخبری است که بسیار شاگرداش الحمدلله در گروپ ها آمده و دوباره ان شاء الله الرحمن اسلام قبول میکنه. تقریبا 20 نفره که امی افغان‌های ما شما بوده که شاگردای شفیع ایار الحمدلله یا تمام مسائل که براشون تشریح کردیم و روز شب بخیر خودشون تشریح کنن. یک 5 نفرش اجازه داده ان شاء الله خودشون میگه در مطبوعات شاد گپ دیان که واقعا بازی خورده بودن. کجا از این قرآن و احادیث مشکلات داره؟ گفتم قرآن میگه تجسس نکنین، یک قوم دیگه قوم تمسخر نکنین، غیبت نکنین، بهتان نکنین، دوزی نکنین، چی که کافر باشه چی مسلمان از هیچ کس یک رو پیش نخورید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران معزز، ما یک پیام قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما میگیم. خوشبختی است که بسیار برادران و خواهرای افغان و شما که به نام ایتیست یا ناخداباور میگن بازی خورده بودن، یعنی غرب زده شده بودن. بعض اوقات یا تحقیق کرده بودن به این فکر شده بودن که یعنی قرآن از ایشان یعنی نعوذ بالله کتاب جنگ است، کتاب قتال است و کتاب است که زندگی را به راحتی نمیمونه که پیش بری. مگم حال ما به شما پیام قرآن میگم که الحمدلله ثم الحمدلله تقریبا 20 نفره که امی افغان‌های ما شما بوده که شاگردای شفیع ایاری الحمدلله یا تمام مسائل که براشون تشریح کردیم و روز شب بخیر خودشون تشریح کنن. یک 5 نفرش اجازه داده ان شاء الله خودشون میگه در مطبوعات شاد گپ دیان که واقعا بازی خورده بودن. کسای بازی میخوره برادرها و خواهرای عزیز که اینا از قرآن، سنت و اسلام معلومات ندارن. امی کساستن که خدا نخواسته از دین میگردن. با شما والدین گرامی و برادرها و خواهرای عزیز تمام شما مسئول هستین. ببینید ما در هر تقریر خود میگیم اگر یک کس اولادش وفات کنه مسلمان باشه خیر گریه کنین کم. اگر یک کس اولاد از یهودی یا نصرانی یا هندو یا عقیده از خلاف اسلام باشه وفات کنه، این تصمیم میگیره که ابد جهنم برای خود بخره و ابد دیگر روی فامیل خود نمیبینه. ما شما الحمدلله عقیده را داریم کسایی که وفات کرده تمام شما یک جای میشیم در آخرت، در جنت تمام کسای شما یک جای میشیم، مگم کسی که از دنیا رفته باشه یعنی غیر از اسلام مسلمان نبوده باشه، مگم این تصمیم گرفته که از فامیل خود ابدی جدا شود. حال پیام قرآن میگیم با بعض کسای دیگه امی 20 برادر 6 نفر از این خواهرها بودن، 14 نفر از این برادرها که بازی خورده بودن. افغان‌های ما شما هستن که در فرانسه بودن، در جرمنی بودن و یک دو مملکت دیگه بودن که اینا الحمدلله یک واتساپ گروپ تقریبا 88 روز بسیار مسائل برای دیگه فهمیدیم. حالا الحمدلله تمامش دوباره توبه کردن و اسلام دوباره قبول کردن. دیگه این خوش خبری است برای شما. 5 تاش باز در شبکات اجتماعی ان شاء الله ویدیوش نشر میکنیم. خودشان اجازه داده. تا که کسی اجازه نداده بازم به شما میگیم دعوتگار عزیز هر کسی که پای خلاف اسلام میزنه ان شاء الله واتساپ ما را بگیرن، امرای ما در تماس شون و ما کت خودشان در تماس میشیم. ما تو نه که فامیلش بگویم ما کلانکاری کنیم، فامیلش بگویم ما ایران مسلمان میشیم، نه، ما خود ما بسیار صلح‌آمیز نرم امروزی صحبت میکنیم. برادران و خواهران عزیز، قرآن از ایشونه که ما شما کلش مطالعه کنیم. مستشرقین، مستغربین کسایی هستند که قرآن و حدیث میخوانن به نیت از که یک انتقاد بکشن. مگم الحمدلله وقتی که چند سپاره رو میخوانن ترجمه میکنن خود به خود مسلمان میشن. میگه واقعا که یک کتاب است که دیگه دین ها میگه جواب دادن نمیتونه سوالای ما رو. مگم یگانه دین است که دین اسلام است که سوالا رو جواب میده. قرآن از ایشان میگه ولا تجسسوا، یعنی تجسس نکنین. نگویی که والا دختر فلانی چند بجه صبح رفت در خانه فلانی کی آمد، این چه رقمی، این نفر پیسه کت از کجا رشوت گرفت. این تجسس نکنین. اسلام یگانه دین است که میگه تجسس نکنین. آیا این به نقص بشر است یا به فایده؟ به نقص بشر خود این به فایده بشر است. کسی که تجسس میکنه چقدر در قرآن و سنت بد آمده. حتی گفته کسی که تجسس میکنه پشت محبت از ایره از دل تمام مسلمان ها الله سبحانه و تعالی میکشه. یعنی کسی که تجسسگر است هیچ کسی را دوست نداره. قرآن از ایشان برای ما شما گفته غیبت نکنین. کسی که غیبت کنه، آیا قرآن برای ما خوب پیام داده یا خراب پیام داده؟ خوب پیام داده. قرآن از ایشان گفته دوزی نکنین. احادیث گفته لا يدخل الجنه جسد غذی بالحرام، کدام جسدی که تغذیه میشه با حرام داخل جنت نمیشه. سه که دوزی چقدر یک کار بد است.
یک نفر نمیفهمه. کسایی که دوزی شده خانهش دوزی شده موترش، او را ببینید که چقدر میگه واقعا که اسلام چیزی گفته که تو گفته که حتی در سر از ایمان نمی باشه. میگه واقعا یک راستی گپ است. بسیار یک درد داده. قرآن گفته دوزی نکنین، حرام نخورین، با خانم‌هایتان با بهترین وجه رفتار کنین. این تمامش قرآن از بر شما که پیام داده. قرآن گفته یک قوم دیگه قوم تمسخر نکنین، مثل که یهودیا و نصرانیا یک قوم دیگه قومشون تمسخر میکنه. مگم اسلام شما را منع کرده. نگوین که فلانی قوم از باز بق خنده کنین. قرآن و احادیث گفته پس پسک نکنین. به حساب انگلیسی که وسپر میگه. مثلا در یک مجلس است 2 نفر از پسک میکنه، 20 نفر دیگه در تبل میخوره، میگه شاد در سر ما گپ دی، شاد او میگه در سر ما. چقدر قرآن عظیمشان نزاکت ها را برای شما نشان داده، چقدر احادیث نبوی نزاکت ها را برای شما نشان داده. بنان قرآن و احادیث از نظر اجتماع که بگویی، از نظر آداب غذا خوردن بگویی، از هر نظر که بگویی برای شما پیام داده. حتی سعی کنین رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه یک صحابه رفت، این برازی کم خرما آوردن، بشقا برچ آورد. رسول الله هم وقتی که امرای دست راست خود نوشیجان کرد خرما را، پس همی خسته از اینم دمی قاب خرما انداخت. سبحان الله. این میگه اسلام و دین نزاکت. چقدر اسلام نزاکت ها را مراد میکنه. مگر بدبختانه اگون کساس انگور میخوره، یک چیز خستایی که می انگور رسانی خسته قرپس در پیش رو یک نفر دیگه میندازه، حالا بالو میخوره در پیش روش میندازه. این خو نزاکت های اسلامی نشد. این اسلام که میگه رسول الله سلام اینه قسم یک کار کرده. گفتم خرما، حتی مو خرما را پس خسته شده و کاسه یک ننداخت، پس رو در دست خود گرفت. پس دمو اولی از این نفرم ننداخته شه، از اولی که خارج شد در یک گوشه انداخت خسته های خرما را. این میگه دین نزاکت، این میگه دین ادب. همه تو علی رضی الله تعالی عنه داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. علی رضی الله عنه میگه از من بسیار حیا باشه، میگه او مزید زیاد میرفت. میگه من حیای محمد که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کنم. سیکو به خاطر که میگه من دامادش بودم. میگه یک صحابه دیگر گفتم که تو از رسول الله پرسان کو آیا وضو میکنه یا غسل. باز از رسول الله پرسان کرد مسائل فهمید. مگم بدبختانه بعضی کسا که میشینه در مجلس اوجا خسربرششته، اوجا یازنشته، قصه های خراب میکنه که والا تو مکت خانم محبت دارم اوجا خسر برشته. این نزاکت های اسلامی نیست. اسلام با ما شما هر احادیث ببینین نزاکت برای ما شما یاد میده. بدون امی کسایی که بازی خورده یا میگه قرآن کتاب جنگ است، کجا از این مشکلات داره؟ کجا از این قرآن و احادیث مشکلات داره؟ گفتم قرآن میگه تجسس نکنین، یک قوم دیگه قوم تمسخر نکنین، غیبت نکنین، بهتان نکنین، دوزی نکنین، چی که کافر باشه چی مسلمان، از هیچ کس یک رو پیش نخورین، از هیچ کس یک رو پیش نخورین. تمام پیام قرآن عظیمشان است. بنان برادران و خواهران عزیز لطفا قرآن زیادتر مطالعه کنین، احادیث رسول الله هم مطالعه کنین. شما در این میافین که نزاکت های اجتماعی، هر اقتصاد چه رقم بر ما بیان شده، نزاکت خانوادگی چه رقم بیان شده، امرای شوهر چه رقم روی شود، امرای خانم چه رقم روی شود، امرای دوستان چه رقم روی شود، چه رقم معامله کنیم، چه رقم تجارت کنیم، چه رقم به عهد خود وفا کنیم. رسول الله هم گفته کسی که به عهد وفا نمیکنه اون منافق است. حال چقدر مردم منافق صفت شده. یا مثلا یک کسی را برش میگه در کارم بیا اینی چیز برات میده، وقتی کارش رو کرد میگه نه ما قدر پول نمیتونم. یا مثلا 6 ماه یک افغان ما در ترکیه کار میکنه، وقتی که میگه پول من بده اونم ترکی زنگ میزنه پلیس بگیره بندی کو. این چیزا اسلام نیست. برعکس همه تو ایرانی‌ها هستن، زیادتر کسایی هستن که افغان‌های ما 1 سال 2 سال کار میکنه پول نمیتیشه، بعد از اون که میگه پول بندیش میکنه. این چیزا در اسلام نیست. اسلام چی یهود باشه، چی نصارا باشه، چی هندو باشه، 1 روپیش بر تو جواز نمیده که تو بخوری. که از او کار کرده میتونی، حربی نباشن، حربی به ایمونا نظامی نباشه، کار کرده میتونی، کار بار حلال باشه. مثلا یک فارم باشه، یک عیسوی باشه، تو کار کرده میتونی. یک کار بار دیگه از یک هندو باشه، کار بار حلال باشه، تو کاتش کار کرده میتونی، با صداقت کار کرده میتونی. چیزی که از او قرارداد کردی اونم قسم کار کرده میتونی. حتی یکی از خانم ها در مصر معلمه بود. این 3 روز غیر حاضری کرده بود بدون از اینکه به حساب همو فارم ادا کنه. به 3 روز غیر حاضری کرده بود. وقتی که مدیرش ماش میداد برش، میگوره گفته بود که 3 روز مرا تو چرا در بانک روان کردی؟ این خب برای من حرام است، من 3 روز امی طفلا را درس ندادم. اون مدیر گفت برو خیر قدر وقت ده. گفت نه، گفتی برای من مشکل نیست، مگم اینمی 3 روز پیسه من بی برکت میسازه. سبحان الله. اینقدر اسلام حلال حرام در نظر میگیره. عمر ابن عبدالعزیز
این را عمر ثانی میگنش. این کسی بود یکی از دوستایش آمد در دفترش، این والی بود، والی مسلمانا، یک شمع در داده بود. یک دوستایش آمد در دفترش امروز قصه کرد، نزدیکای شام بود. این را یک سوال کرد، گفت قصه تو شخصی است یا دولتی؟ یعنی کدام کار در دولت بند است یا به خاطر شخصی قصه؟ گفت نه شخصی. همیشه ما پف کرد. گفت چرا؟ گفت یک از مال دولت است، این مال دولت است، این مال ملت است، این را نمیمونه بسوزه. قصه مو تو شخصی است، آل قصه کو. اگر کار دولتی داری من شمع پس بر تو باز چی روشن میسازم. سبحان الله. یعنی چقدر که ما شما مطالعه کنیم این اولیای الله را ببینین، این صحابه را ببینین، این پیغمبرا را ببینین، چه رقم نظام دولت پیش بردین، چه رقم عدالت کردن اینا. واقعا شما میفهمید که اسلام چی است.